مکافات کلانترین پوست گوسفند قراقلی و صغیر کویتزک مکافات میدیم. کنی از بینتون هستمی به کنکورس خود را نمایش دادن. هستمی؟ شما کیستید که اینقدر به خود باوری داشته به کنکورس خود را نوشته اید؟ من؟ به اصل نسبم چطور دارید؟ سوال داشته باشید مرحمت. من به سوالتون جواب میدم. مایلش؟ این طور باشد سوال یکم. مرحمت سوال یکم. فرق دخترهای شهری از قشلاقی در چیست؟ فرق دخترهای شهری از قشلاقی در چیست؟ ها برکت. فرقی بین دخترهای شهری مثلا گیریم دخترهای شهری سفیده جبنوش که دارن ستریش که دارن فجور دارن. بعد اگر از پهلوشون گذاری به دماغت بوی کریم فرانسوی می آید و سومکه های پر از مال در بازار سودا کنی رو دارن. لیکن دخترهای قشلاقی باشن سب سیاه بی زیب بی ستریشکه بی فجوره بی نو بیوی و تو از پهلوشون گذاری به دماغتون بوی پیاز بوی لبلبو بوی کرم بوی بقلجان حتی بوی خشوب هم می آید. آفرین جورا جان، با این سوال درست جواب دادید. معلوم میشد که در کنکورس دختربازی بسیار اشتراک کرده. من در همه کنکورس اشتراک دارم، اما وقت غالب میبرم. ملامت سوال دوم. زبان چند ملت ها رو میدونید؟ من زبان چند خلقیات رو میدونید؟ من زبان همه خلقیات رو میدونم. مثلا زبان مادری، زبان پدری، زبان برادری، زبان برابری، زبان خواهری، زبان اوچه، زبان کچه، زبان بیبی. چه بس؟ شما از پاس به فقراتون گذاشتید. من زبان خلقیات رو گفتم. زبان اوچه و بچه. و این سوال درست جواب دادن ندارستید. باهاتون دو. چه؟ سوال سوم. من سوال معنای کلمه پتش در بدخشان زمین در چیست؟ یک بار دیگر تکرار کنید. معنای کلمه پتش در بدخشان زمین در چیست؟ معنای کلمه پتش در بدخشان زمین پتش از کلمه چندین هزار ساله مردم بدخشان بوده. معنایش سبایک یعنی آدم خودی. به طور دیگر گویم زشیتنیک یعنی حمایتگر. لیکن به محلها جدا کنیم اگر در تریتوری روشان پرمای پتش میگویند. در طرفای برتنگ اگر رویم آنها پتش میگویند. من از طرف شغنان که ما میمون این هستیم اینجا سفسی پتش میگویند. با این سوال درست جواب دادم. باهاتون 5. значит من غالب کنکورس. ملدید. پوست گوسفند قراقلی و صغیر کویتزک از اون خودتون. نه برادر، صغیر کویتزک پوست قراقلی به خودتون نصیب. خب من توی دارم. پسرم در زن میدیم برای من آر در کور، شال در کور، پلتو در کور، سپوشکه در کور، قند در کور، روغن در کور، سنیکرز در کور، مرس در کور، ژواتکا در کور، هر در کور. اینها را یافتن ممکن از نزد کمرسانتو میبیاریده؟ من غالب کنکورس خودتون است. کمرسانتو نکن. من پول میتونم تو رفتم میخری. خیلی طور باشد میلش. من رفتم پیش کنم. نه جورا جان در باره پتش و متش یک سرود بخون بعد میروی؟ میخونیم پریالستم میخونیم. کگده من غالب. بعض دخترهای شهری فرق از قشلاقیان. این به دست پای ندارد و به سرها روز شام. این یکی در دود چینی آن دیگر پاک
کدام مسئول مهنت دود پیدا شد بدان با کدام مسئول مهنت دود پیدا شد بدان بهتر کن و برو یعنم تغل در میانی بعض کارها شور میدازد بتش کار دولت را به نفسش جور میدارد بتش از بتش بازی بعضی ناچ و زب و زنبرید آب بتشی بسیار شد یک سید که میبارد بتش بتشی بسیار شد یک سید که میبارد بتش بتش یو منپتش توی دارم ای برادر شال در کن غم مخور به یک پارچه بر عروسی بال در کن غم مخور تو کرد تو می شود شش رفته پیدا میکنم پیش جورا یا کمرسان پول در کار غم مخور پیش جورا یا کمرسان پول در کار غم مخور پیش جورا یا کمرسان